هفتم. حیوانات، رنگ‌ها. دیروز من و دوستم به باغ وحش رفتیم. در باغ وحش حیوانات زیادی وجود دارد. حیوانات وحشی در باغ وحش نگهداری می‌شوند. شیر، پلنگ، ببر، زرافه، آهو، میمون و کرگدن وحشی هستند. مردم حیواناتی مثل سگ و گربه را در خانه نگهداری می‌کنند. رنگ‌ها. طبیعت پر از رنگ و زیبایی است. دریا آبی است. برگ درختان سبز است. تنه درختان قهوه‌ای است. در شب آسمان سیاه است. خورشید زرد رنگ است. برف سفید است. خدا این جهان را خیلی زیبا و رنگارنگ آفریده است. حیوانات: سگ، میمون، خرس، مار، خروس، مرغ، ببر، پلنگ، الاغ یا خر، روباه، گرگ، گاو، ماهی، خوک، موش، مورچه، فیل، زرافه، آهو، کرگدن، گوسفند، بز. چنده پرسیدم آیا رنگ قرمز این ما دارد. فروشنده گفت چه سازی؟ سایز. فروشنده لباس را آورد. به اتاق فرو رفتم. خیلی در تنم زیبا بود. قیمت را از فروشنده پرسیدم. گفت نگران نباشید، لباس ها 50% تخفیف دارد. آفرین. شما بخون. به نام خدا. درس ششم. خرید کردن. خرید کردن. به کاروبار فروشی رفتم. چند کیلو برنج، یک بسته ماکارونی، یک عدد روبو کمی لوبیا خریدم. کنار کاروبار فروشی یک میوه فروشی بود. 1 کیلو 3 کیلو پرتقال خریدم. امشب دوستانم به خانه من می آنند. باید برای خودم یک لباس نو بخرم. بی بازار رفتم. بی مغازه لباس فروشی رفتم. یک پیراهن سبز زیبا دیدم. از فروشنده پرسیدم آیا رنگ قرمز انتخاب دارید؟ فروشنده گفت چه سایزی؟ گفتم میدیوم. فروشنده لباس را آورد. به اتاق فرو رفتم. خیلی در تنم زیبا بود. قیمت را از فروشنده پرسیدم. گفت نگران نباشید، لباس ها 50% تخفیف دارد. آفرین. شما بخون. به نام خدا. درس ششم. خرید کردن. دیروز به کاروبار فروشی. دیروز به کاروبار فروشی رفتم. چند کیلو برنج، یک بسته ماکارونی، یک عدد کیلو کوکانی لوبیا خریدم. کنار کاروبار فروشی یک میوه فروشی بود. 1 کیلو سیب و 2 کیلو پرتقال خریدم. امشب دوستانم به خانه من می آیند. باید برای خودم یک لباسی نو بخرم. به بازار رفتم. به مغازه لباس فروشی رفتم. یک پیراهن سبز زیبا دیدم. فروشنده پرسیدم آیا رنگ قرمز این را دارید؟ فروشنده گفت چه سایزی؟ گفتم میدیوم. فروشنده لباسی را آورد. به اتاق فرو رفتم. خیلی در تنم زیبا بود. قیمت را از
فرشنده پرسیدم قیمت را از قیمت را از فرشنده پرسیدم گفت نگران نباشید لباسها 5% تخفیف دارند دارند. What means بود؟ بود was. ارزان means cheap. ارزان بود خریدم 5 کیلو. کلاس زبان فارسی معلم کتابخانه جغتایی یاد میگیرم. تولد کادو means gift. کادو دوستم مادرم سینما رفتیم دیدیم. لباس آبی شلوار means pants. مشکی خرید. زهرا خواهر است. مریم دختر خاله هستیم. It's your homework. What is the meaning of تولد؟ Which one? یاد میگیرم means learn. I learn. What is glass? گیلاس cherry. Cherry. Fruit. This one? مریم دختر خاله هستیم. هلو پیچ. What is mean کادو؟ کادو gift. تولد پر سالگراه. سالگرہ.